الله میگوید وقتی که با او سخن میگویی همچنان سخن میگو که گویا که تو یک مرد قرضدار هستی، تو یک غلامی زیر دستی وی هستی. حتی سر تا بالا نکن وقتی صحبت الله میگوید. ببین تعظیم کن در پیش پدر و مادر، دعا کن و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا دعا میکنم که این پدر و مادر از سایبان سر من نگه دار، سلامتی اونها را خدایا روز به روز بهبود کن چنانه که در خردی در حق من دعا میکردن. ببین پروردگار میگوید یکی مبادا باز و دعای خود ننازی که من در حق پدر و مادرم دعا میکنم، زیرا پدر و مادر بود که تو را در خردی در حق تو دعا کرده بودند. ما با دعای پدر و مادر تو را به وایه رسانیدیم، تو را صاحب خانه کردیم، صاحب فرزند کردیم. این از حق فرزند. دادارای عزیز